1997 چی شد؟ اردوغان توی تجمع سیاسی توی شهر سیرت ترکیه، شرق ترکیه، یه شعر خوند. این شعر از نظر سیستم دادگستری اون موقع ترکیه که در واقع هنوز اون نهادها دست نیروهای لاییک آتاتورکچو بودن. اینم بگم که کلا آتاتورکچوها محافظان سیستم لاییک میدونستن خودشون، هنوزم میدونن، ولی خب دیگه اون قدرت نهادی که سابق داشتن و دیگه ندارن. اون موقع اینو تهدیدی بر این ارزش‌های لاییک و در واقع ایجاد دو قطبی توی جامعه، ایجاد نفرت توی جامعه تعبیر کردن، دستاویزی کردن اینو برای اینکه در واقع اردوغان رو پرونده قضایی علیهش باز بکنن. اردوغان توی این پرونده قضایی محکوم شد طبیعتاً، 10 ماه حکم زندان گرفت، ولی این اجراش موند تا بعد از اینکه شهرداری استانبول رو در واقع دورش رو تموم بکنه. سال 1999 10 ماه زندانش رو رفت، ولی فقط این کل مجازات نبود. ممنوعیت فعالیت سیاسی، یعنی همون چیزی که الان اردوغان داره استفاده میکنه علیه ایماموغلو که حذفش بکنه، اون موقع اونها داشتن تلاش میکردن به این روش اردوغان رو حذف بکنن، برای اینکه چهره‌ای بود که ستارش داشت میدرخشید، رو به صعود بود، مردم بیشتر و بیشتر داشتن اقبال نشون میدادن، به خاطر اینکه به هر حال اون سیاست مدارهای گذشته ترکیه واقعا کارایی نداشتن، دولت‌ها داشتن سقوط می‌کردن دائم، مردم ناراضی بودن، شرایط اقتصادی نامناسب بود، بحرانش خیلی شدید اقتصادی، سال 2001 بحران بانکی تورم به 760% رسیده بود، نرخ بهره یک شبه مثلا چند صد درصد بود، از یک شب تا صبح فردا که پول بخوان قرض بدن به هم. شرایط اقتصادی خیلی بدی بود، زلزله بزرگ مارمارا اومد اون سال و اینا همش دولت رو در واقع نابود کرده بود، یعنی کارایی واقعا نداشت دولت. در نتیجه مردم دنبال یه گزینه جوان تازه نفس، یه گزینه متفاوتی بودن. تا سال 2001 اردوغان و 47 نفر دیگه از همراهاش حزب آک پارتی، حزب عدالت و توسعه رو تأسیس کردن. اینها ادامه اون جریان اسلامی بودن، ولی یه فرق خیلی خیلی مهم داشتن. این جریان جوانشون برعکس سیاست و نگرش اربکان، در واقع اینا غربگرا بودن، نشون میدادن که ما غربگرا هستیم، میگفتن ما میخوایم عضو اتحادیه اروپا بشیم، میخوایم با